با گسترش سرک‌ها در شهر کابل، شماری از پروژه‌های تغییر مسیر شبکه‌های انتقال برق نیز در حال تطبیق است. در تازه‌ترین مورد، پروژه تغییر مسیر شبکه انتقال برق از چهارراهی کمپنی در غرب شهر کابل تا ساحه قلعه درخان است که به طول حدود 4 کیلومتر به گونه سره در حال اجرا می باشد. مسئولان بخش ولتاژ متوسط در افغانستان برشنا شرکت می گویند در این پروژه حدود 80 پایه برق و لاین های مربوطه به مسیر جدید انتقال داده خواهد شد تا روند توسعه سرک بدون هیچ گونه مانع و تأخیر ادامه یابد. مونږ از دغه کار شروع کړی فعلا قلعه عبدالعلي په سایه کې په لاین 05 د ارغندې کې دلته مونږ تغییرات د پایې شروع کړي دي. ان شاء الله په لاین 07 کې یو څو پایې تغییر کیږي. در این پروژه نخستین اولویت کارمندان تکنیکی در افغانستان برشنا شرکت این است که هرچی زودتر تغییر مسیر شبکه را تکمیل کنند تا مشتریان برای مدت طولانی از برق محروم نشوند. با این حال افزایش درجه حرارت هوا تا اندازه روند کار را با دشواری روبرو ساخته است. هوا گرم است که سختی‌های خود داره. در بالای پایه وقتی که ما بالا میشیم گرمی است، مشکلات ما زیاد میشه، مخصوصا در ساعت‌های 11 الی 2 بجه روز مشکلات گرمی است دیگه، کار از ساعه است. دم الحمدلله خدای چې پرمختګ د هر څه منظم کی او استاندارد حالت ته رسیږي دا خبره. قابل یادآوری است که با اجرای پروژه‌های توسعه سرک‌ها در شهر کابل و ساحات مربوطه، در افغانستان برشنا شرکت هم شماری از پروژه‌های تغییر مسیر شبکه‌های انتقال و توزیع برق را تکمیل کرده و تعداد دیگر نیز همچنان در حال اجرا است. این تلاش‌ها با هدف توسعه زیربناهای شهری، تأمین مسئولیت شبکه برق و تداوم ارائه خدمات عامه انجام می‌شود.